امروز ما شاهد امضای موافقتنامه همکاری‌های انکشافی بین حکومت افغانستان و حکومت شاهی دنمارک بودیم. این موافقتنامه توسط جلال المآب وزیر صاحب مالیه و سفیر کشور شاهی دنمارک به امضا رسید. مقدار این کمک ها 303 میلیون کرون دنمارکی که معادل 50 میلیون دلار امریکایی می شود بود و این کمک ها از سال 2018 الی 2020 به مصرف می رسد. مواردی که تحت چتر از این کمک ها قرار دارد عبارت از حکومتداری خوب، تقویه جامعه مدنی، مبارزه علیه فساد اداری، همچنان رشد سکتور زراعت، تقویت آموزش های همگانی و در بخش های مختلف دیگری که در کل از بودجه انکشافی کشور شاهی دنمارک و افغانستان داده می شود. از مجموع کمک هایی که صورت گرفته 52% از بودجه دولت افغانستان به مصرف میرسد، متبقی خارج از بودجه دولت افغانستان به مصرف میرسد، ولی بر اساس برنامه های دارای اولویت افغانستان.